سلام بینندگان عزیز، با خبرهای آخرین من مؤمن احمدی شما را همراهی میکنم. قرقیزستان و تاجیکستان اعلان کردند که مرز بحثی را یکجایه نظارت میکنند. یک عضو تاجیک گروه داعش که او را بن لدن تاجیک مینامند دوباره در سوریه پیدا شده است. پیوندان زنی در فیض آباد که جسدش با 26 ضرب کار پیدا شده بود و مقامات آن را خودکشی نامیدند شکایت دارند. مقامات تاجیک و قرقیز بر اساس یک توافق منطقه‌های بحثی مرز این دو کشور را در یکجایگی نظارت می‌کنند. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که از 2 دکبر این منطقه را با مرزبانان تاجیک یکجا نظارت خواهند کرد. شب 1 دکبر در دهه سامانیان اسفرت در مرز با قرقیزستان صدای تیرپرانی شنیده شد. دو جانب همدیگر را به گروگانگیری و لطوکوبی ساکنان متهم کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که پس از این مناقشه مقامات محلی دو کشور مذاکره کردند و به خلاصه رسیدند که به خاطر نظارت ترتیبات جمعیتی و بخطری ساکنان از حساب مقامات دو کشور برای نظارت مرز گروه تشکیل دهند. این گروه که از حساب مرزبانان قرقیز و تاجیک تشکیل شده است، این قطعه بحثی مرز را نظارت خواهند کرد. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت، رابطه دو کشور بالآب آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. هر دو طرف همواره یکدیگر را به سر زدن مناقشه و کوشش ناآرام کردن وضع گناهکار میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد داشته، تنها 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. منطقه های نامعین و بحثی در مرز پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا به سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که امریکا می‌خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش‌ها باشد. مقامات اوکراین پیشتر گفته بودند که روسیه می‌خواهد به خاک این کشور حمله کند. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 2 دکبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. سرگئی لاوروف هم به انتونی بلینکن گفته است که مسکو به ضمانت‌های امنیتی دراز مدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. غصب نیم جزیره کریم از سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدایی خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرآلود و سپس زندانی کردن الکسی ناوالنی یکی از مخالفان حکومت پوتین از سبب‌های بد شدن مناسبت دو کشور است. یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از تاجیکستان که سال پیش از زندان زیر نظارت ترکیه در افرین سوریه غیب زده بود، در پناهگاه پناهجویان دیده شده است. پرویز سیدرحمانوف که بیشتر با نام ابو داوود و بن لدن تاجیک شناخته می شود، پس از شکست داعش در سال 2018 در محبس افرین سوریه نگهداری می شد. تلویزیونی TRT ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در نزد زندان افرین نشان داد و یک پارچه صحبتش را پخش کرد. مقامات تاجیکستان آن وقت گفتند که تلاشی به کشور آوردن جنگجوی خطرناک داعش را دارند. افرین شهرکی در سوریه است که حالا از جانب نیروهای ترکی نظارت می شود. پس از این شاهدان گفتند که او از زندان ناپدید شد. حالا 2 تن از شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که او را در پناهگاه مردانه پناهجویان در جرابلوس سوریه دیدند. این شهر نیز زیر نظارت ترک ها قرار دارد. یک تن از آنهایی که 2 هفته پیش با پرویز سیدرحمانوف تماس داشته است با شرط ذکر نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت به اقرار خودش او حالا در این پناهگاه است. این نفر گفت که حالا شرایط او از زندان کاملا فرق میکند و مقامات ترک برایش اجازت میدهند که با همسر آستینش که در بخش زنانه این پناهگاه قرار دارد ملاقات کند. ابو داوود یا پرویز سیدرحمانوف در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتزیا گمانبر دانسته می شود. مقامات ترک در این باره شرحی ندادند. و گفته مقامات رسمی از تاجیکستان تقریباً 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشته به زندان محکوم شدند یا مورد عفو قرار گرفتند. تفصیلات این گزارش را در سامانه رادیو آزادی بخوانید.
پیماندون زنی که جسدش ماه یونی امسال در ناحیه فیض‌آباد با 26 ضربی کارد پیدا شده بود میگویند مقامات نه تنها پرونده دخترشان را درست تحقیق نکرد بلکه 3 کودک زن را به آنها دادند که در مرگ دخترشان گمانبر دانسته می‌شدند. دادستانی ناحیه فیض‌آباد مرگ منوره عبدالفتاح را خودکشی نامیده بر اساس خلاصه تشخیص طبی و دادگاهی گفته است خود او 26 کارد را به بدنش زده است. نزدیکان زن به خودکشی او باور ندارند و میگویند با احتمال زیاد او را کشتند. عبدالفتاح میثاقوف پدر منوره در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند دادستانی سبب مرگ دخترش را خودکشی نامیده است ولی کسی را تاکنون به جوابگری نکشیده است. این مرد شوهر و خوشنامان دخترش را گمانبر در مرگ او میداند و از بالای آنها به مقامات شکایت کرده است. او گفت مقامات 3 طفلی از منوره مانده را به تربیت پدرش سپردند. این خانواده از بالای حکم دادگاه شکایت کردند ولی حکم بررسی نشده. بر علاوه مقامات به خوشنامان و شوهر دختر مرحومش اجازه دادند که با 3 کودک بر روسیه بروند. نظر شوهر منوره و خوشنامانش به این دعوا معلوم نیست. رادیو آزادی بارها تلاش کرد تا پاسخ آنها را بگیرد ولی آنها جواب ندادند. خودکشی عنوان شدن مرگ منوره که با 26 ضرب کارد جسدش پیدا شده بود واکنش‌های زیادی به بار آورد. اکثرا شبهه دارند که یک نفر تواند با 26 ضرب کارد خود را بکشد. یک صاحبکار تاجیک در ایرکوتسک به 2 ادوکاتی که از حقوق 3 مهاجر بازداشت شده حمایت میکند 230,000 روبل داده است. با گفته مسئولان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک صاحبکار میرزا حیات سعیدوف به مهاجرانی که در سوختار آسیب دیدند سر و لباس و به 2 مهاجری که در بیمارخانه بستری‌اند در خریداری دارویی کمک کرده است. شب 12 نوامبر در دهه زلر ایرکوتسک واگن زیستی 7 مهاجر تاجیک آتش زده شد که در نتیجه آن 2 نفر هلاک شد. مقامات گفتند که این کار از جانب ساکنان محلی انجام شده است ولی 3 مهاجر تاجیک را که پیوندانش آنها را جبر دیده می‌دانند با اتهام قصد کشتار بازداشت کردند. از جانب ساکنان محلی 1 نفر بازداشت شده است. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک گفت که کمک اساسی به مهاجران را سفارت تاجیکستان می‌رساند ولی همزمان میرزا حیات سعیدوف نیز از ابتدا در کنار مهاجران بود. سیراج‌الدین مهریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سرگئی لاوروف همتای خود در این موضوع صحبت کرد و خواهش تحقیق عادلانه این حادثه را نمود. مقامات تاجیک بر این باورند که 3 مهاجر بازداشت شده گناه ندارند. مقامات روسیه هنوز حادثه را شرح ندادند. 8 مهاجر تاجیک در ولایت مسکو برای حمله مسلحانه به یک تاجر محکوم شدند. خبرگزاری روسی تاس از مهاجران و تاجر نام نبرده است ولی از قول مقامات نوشته است که آنها در حمله از سلاح آتشفشان و تروماتیکی استفاده کردند. نظر ادوکات آنها معلوم نیست. دادگاه خبر داده است که مهاجران به مهلت‌های از 8.5 سال تا 16 سال روانه زندان شدند. با گفته دادگاه مهاجران به این تاجر 11.5 میلیون روبل ضرر رسانیدند. خبرهای بازداشت و زندانی شدن مهاجران تاجیک زیاد رسانه‌ای می شود. در اکثر حالات پیوندانشان میگویند آنها مورد تهمت قرار گرفتند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کند. در ختلان به زندانی‌های سابق نزدیکی 100,000 سامانی کمک پولی دادند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان به محبوسان پس از آزاد شدن و تا پیدا کردن کار باید کمک پولی پرداخت شود. آژانسی مهنت و شغل اهالی در ختلان گفته است که به 439 محبوس سابق در 1 سال گذشته در 3 دور این مبلغ را داده است. محبوسان سابق همیشه شکایت می‌کردند که چنین کمک را دسترس کردن نمی‌توانند و یا آن خیلی ناچیز است که کفایت نمی‌کند. معمولا بعد به آزادی برآمدن نه همه محبوسان سابق خود را همچون بیکار ثبت می‌کنند. تنها در صورت به آنها کمک پولی داده می‌شود که خود را بیکار ثبت کنند. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که امروز 3 دکبر قرب $1 برابر به 11 سامانی و 29 درم، 1 یورو به 12 سامانی و 80 درم مقرر شده است. قرب روبل روسی مثل دیروز بوده 1000 روبل به 152 سامانی و 60 درم تبادل می شود. بینندگان عزیز 10 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. خبرهای دیگر را در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما خواهیم کرد. برایتان روزی با برو می خواهم.